بیش از 2 دهه عدم نظارت بر محتوا و کیفیت موسیقی که یکی از مهمترین نشانهای فرهنگی هر کشوری است، این هنر را نیز در رقابت‌های جهانی مستأصل ساخته است. موسیقی ایرانی از قمرالملوک وزیری و عمادرام تا بیگن و گوگو شایبی روندی خوب و مقبول را دنبال کرد. برنامه‌های تلویزیونی بی‌بدیل آن دوره گواهی است بر این مدعا. میشه با شما راجع به خصوصیاتتون صحبت کرد؟ نه. چرا؟ یعنی شما زندگی خصوصی ندارین؟ زندگی عمومیتون هم که همین آوازاست که می‌کنین، خب میگه چیزی نیستش که. چرا تصمیم گرفتین چرا حرف نزنین؟ نمیدونم همینجوری. دندونای شما درسته یا آری است؟ درسته. خیلی خوب. عاشق شما نیستین؟ از اونجا که من پی میبرم خواننده رادیو تلویزیون اصلا عاشق نمیتونه باشه. از هر کی سوال میگم عاشق میگه نه. پس این شایعات که در مورد ما هستش چیه؟ در مورد من نیست. هیچی نبوده هیچ وقت. خب الحمدلله شما یکی بس کارتون درسته. پس تمام این شایعات در مورد منه. خب نمیخواد عاشق نمیخواد بشی؟ نه. خنده دارهش؟ نه واقعا چیز خنده داره؟ نه که نشدم. اصلا تو تا بال عاشق نشدی؟ نه. یعنی بچه‌م که بودی عاشق همسایه پسر همسایه کاغذای یواشکی هر آدم جوونی بابا اصلا هر بچه 16 ساله‌ای عاشق بوده هم اصلا بچه سالم اون بچه‌ای که عاشق بشه در 14 سالگی اگه نشه بیماره باید عاشق باشه آدمیزاد اول عاشق مادرش آدمیزاد بعد عاشق دوستای مامانش میشه بعد عاشق همسایه‌ها میشه راست میگم بعد دختر بچه‌ها هم عاشق باباشونن بعد کفشای گنده مامانشون پاشو میکنن ادای زنای بزرگو در میارن بعد به مردای بزرگ میگن این طبیعیه بچه از غریزیه ما نمیخوایم قبول بکنیم چون میگیم عفو بده چرا بده طبیعت که بد میتونه باشه شما عاشق نبودین پس شما بیماری خانم جان حالا الان عاشق نیستین نه با خودت به دکتر نشون بدید من جدی میگم آدم در سن تا عاشق نمیشه اصلا به طور دارمجانی اصلا عشق تمام زندگی عشقه منظورم این عشق نیستش که یکی بغل کنه بگه مثلا قربون دارم نه عشق مردم عشق به دنیا عشق به صلح شما عشق مردم دارین عشق به دنیا دارین در دنیا چه خبر الان ویتنام الان چجوریه چطور تو مربوط نیست ویتنام چجوری الان وضعش نمیدونی اما عشق به دنیا داری من داخل سیاست ببخشید باز به نون سنگک با هم صحبت کنیم چطوره من نمیخوام تمام برنامه با مدو و این چیزا بگذره ولی خب من سیاست با شما صحبت میکنم من نمی‌دونم تا حالا جغرافیا با سیاست ارتباط مستقیم داره من گفتم وضع ویتنام الان چجوریه من چه میدونم شما گفتید باشه قبول میکنم آواز خونده به اسم ناجی پس کسی که از مردم اطلاعی نداره کسی که از جغرافیا و سیاست اطلاعی نمیگه اصلا نمیخواد تا داشتم چطوری آواز میکنم به اسم ناجی میدونید ناجی یعنی چی ناجی نجات دهنده شما هستین نه خیر ولی شما مردم الان از دست حرفای بی سر من نجات میدید تنها میذارم شما رو با آواز ناجی سرزمین معینی کرمانشاهی و نادرپورها میرسد به تو خودت قند و نباتی شکلاتی اما نباید از یاد برد که تنها عامل اقتصادی نیست که موجب می شود تا خواننده آن چیز دیگر را به عنوان ترانه بخواند، بلکه این استقبال بیننده نیز هست که جسارت خواندن تیکه تیکه کردی دل منو نزدیک من نه یا تو را به آرش و آرش ها می دهد. در این گل هر از گاهی شاهکاری جدید پدید می آید که به مرور چنان بیننده را تربیت می کند که بداند محصولات قبلی چه بودند و قدرشان را ندانسته. البته اینکه فراتر از هجویات و آواهایی که متعلق به هیچ زبانی نیستند چه چیز دیگری می تواند سروده شود هوش و ذکاوتی بس قوی می خواهد.
بسیاری از حامیان این گونه موسیقی در پاسخ به علت سبک و بی محتوا بودن این ترانه ها میگویند که ترانه غربی و به طور خاص ترانه امریکایی نیز بنای فرهنگی چندانی ندارد. در پاسخ باید گفت جامعه امریکا چندان پشتوانه و ادعایی بر روی شعر خود ندارد. جامعه امریکایی به فناوری به راستی برتر خود میبالد که در هنرهای تصویری و موزیک به شکل جلوه‌های ویژه شگفت‌انگیز و تکنیک‌های فیلمبرداری و کیفیت فوق‌العاده تصویر بروز می‌کند. موزیک نوین ایرانی در تقلیدی غیر منطقی به جای آنکه جلوه‌های تصویری موزیک امریکایی را مد نظر قرار دهد، به شکلی افراطی ترانه خود را آن هم به بدترین شکل ممکن به آن جهت سوق می‌دهد و موسیقی را به مخاطب ارائه می‌دهد که پس زمینه فرهنگی آن از تهران تا دهلی نو و از آنجا تا نیویورک سرگردان است.